یا حبیبم یا محمد یا رسولم یا محمد sizga bo'lsin ummatingizdan durud salovat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Birodarlar ikrom, imroza suhbatimoya az mavzuهای muhim budagi mavzui oilai musulmon chitabr boyad. Musulmon insona oilash چه درجه سالم سالم یا ناسالم بدنش و چه خیل انسان حرکت کند. demak mo'min odam musulmon odam برای oila jummondan برای oilasha در نزد پروردگار عوض همون oilash و حسابش آسان شدن باید وای سه کار کند. وظیفه ها و مسئولیت و مجبوریت های عائله در همین موضوع انشاءالله امروز صحبت میکنم. رسول خدا مرحمت میکنند. قال النبی صلی الله علیه و سلم النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. این میگویند که رسول خدا نکاح سنت من است. کدام انسان از سنت من به حاجت شود، به حاجت خواهش داند، رو گرداند، سر گرداند ماننده نخواهد داند که وی امتی من نیستند. یکتا شعار اسلامی که پاکی و ساخته شدن عائلش داند که این یک از مسئولیت های مجبوریت های مهم مسلمان حساب میشد. از نکاح انسان به حاجتش حس کردنش حوصله دورنده جهانانگی تنزل امت انسان های هر خیل کسل های گذراندنش و دیگه آفت و وباهای آمدنش از نبودن نکاح گوییم خطا نمیشد. انسان اندر نکاحش نباشد، اگر وی ایمانش ضعیفتر باشد، اگری همون برای عائله صرف میگردگی مادی معنوی خراجات احتیاج به دیگه راه یافتن و به دیگه راه همین راه کسب کردن می‌دراید. البته این شریعت اندر من بودگی من کده شدگی راه حرام حساب میشد. یکتا انسان عائلش برای ساختن لازم بودگی دمک چیزی مهم های عائله و انسان دمک به عائله شدنش، عائله دار شدنش، به نکاح شدنش. این انده سال انسان از بلاغت رسید تا عالم رفتن نکاح به احتیاج شود و انسان حقش نکی از این چیز گرداند. خواه برای مردک خواه برای زنک یگان تا مانگی برای نکاح شدن نشدنش در کار. این چیز یک سر شده نموند. مابین فرزندان دا به عالم رفتن مادر پدر را به دویم عائله خاندار شدنش به مانگی میکردگی دخترهای غافله
فرزندهای بیادب در مابین پیدا شد. این داند که همین کارش کرده سخن رسول خدا و خرشی جنگ کرد. عوض این فعلش به اگر با مقصدی میراث باشد دیگری و انسان خودش به جبری کلان کساست. برای همین هیچ وقت فرزندها این خیل مانگی نکاح والدان به حقش نیست. از سبب بی‌تربیتی، از سبب بی‌آدابی، از سبب حرمت در عائله نبودنش، عائلنده بعضی ها میگوید که جدا سوالی طوری میتین عائلنده گفته مردک میشن می گفته زنک میشن می. همین شعار اصلش مومن آدم نمیداند، چونکه مومن آدم میداند که عائلنده نه گفت مرد نه گفت زن، گفت خدا میشد، گفت الله میشد. پروردگار گفتگیش هم مردکم اجرا میکند، زنکم اجرا میکند. مسئولیتش هم مردکم اجرا میکند، مسئولیتش زنکم اجرا میکند. انا همین خیل کرده عائله بده میشد. ظالم مردهای برآمدنش، به اطاعت زنهای پیدا شدنش سبب ها سیراب: تربیت نیدگی، عائلش به آداب، به اعتبار موندگی گفته عائله ها و دشنام ها از دادن پیش تقدیر الهی گفته چیز به مومن آدم تنتیت. یک ورقی، یک برگی شاخ درخت زمین به اذن پروردگار نافتادگی نمی افتاد گفته ایمان آوردگی انسان هیچ وقت همسری که برای و انسان پروردگار اختیار کرد این خطا شد گفته نمیتوند. حقا نیست این خطا گفته. پروردگار مایا حوایب لایق دید یا برای مرتبه مایا روز قیامت برداشتن یا که بعضی کردگی خطاها ما به حوایکت جزا داده برای ما همون خطایا همون گناه عذابش برای روز قیامت نموندن. خود مثل همین برای زنکم همین خیلی گفته حس کنم مگری هیچ وقت عائله نبودگی معماها سیم عائله و دویم عائله و پیشکش کده دسترخوان کده گفته نمیشد. همین جنده یک قصه می آرم این ما بسیار آوردگی چقدر بسیار آرمم یا نفهمی سایم می یا فهمانده نتونستیم می یا شنودگی ها برده رسانه نتونستیم می. همین چیز حالی هم موضوع مهمی حیات شده منساس. قصه بسیار نه. حضرت علی رضی الله عنه دوماد پیغمبر ما پیغمبر خدا فاطمه زهرا دختری کنجشانه نکاح کرده میادگی روزنده. پیغمبر خدا حضرت علی و فاطمه زهرا کردگی نصیحتشان این چیز امت به ماندگی شدگی برای عائله کافی اصلش وصیت همین. دخترشان به دو چیز به اعتبار شما گفتن. همین چیزا برده دخترها ما هم گوییم. پیامبر خدا دخترشان فاطمه زهرا و شوهرت دو تا جاش به اعتبار شو. عوض زبان تو قلب شوهرت نرنجد. عوض به اعتباری تو
شوهرت چشمش جای ناقلای به نافتد. بهند وصیت پره. آن سخنهایی که حاضر وقتنده زنها کسایند اگر عوض همون سخن به قلب مرد رنجد حس کند که همون حالنده عالم رود از شفاعت رسول خدا امید نکند، چونکه آن وصیت خاص برای دختر پیغمبر نبود، برای امت بدنش به اینا اعلان کردن. این چیزا ما بین مردمان دا گفتن که حس کنتان که هر دو همین چیز برای زنک مسلمه که میخواهد رضای پروردگار برای وی لازم است گفتن. حاضر زنهای از زبانش برآمدگی سخنهای اگر تحلیل کنیم مگری به سخنهای از شریعت بیرون. این از شریعت بیرون سخن گفتن به مجبور کردگی حال برطرف نکردگی مرد هم از همون حال دور نی. زنک همون حال به بردگی آدم، زنک زبانش لعنت گفتن به بردگی مرد و آدم به زنگتن ممکن نی. و دویمش پیغمبر خدا از شوهرت چشمش احتیاط شد که جای ناپاک جای ناقلیبه نافتد. خودش همین برای پاکیزه نگه داشتن و خانه لباس و منزل پرش همه خش همین خیل کرده، همین خیل اخچم کرده رساندن. دختر بگفتن خین لیکن زنک بگفتن ممکنه رساندن در کار همین چیزه نرسانم از ویها طلب کنم و اینا مسئولیتشه عوض این با از پروردگار آمدگی اجرش نرسانم مگری ویها اتل سمای کش میکن اصلش عوض این با داده میشده که همون نعمت هم این پیش گفتن هم در کار. رسول الله سيفتر إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت الجنة. اگر زنک نمازش خواند، رمضانش دارد، خودش را نگه دارد، اکنون هر یک مؤمنه وظیفش و اطاعت زوجها یک تا شوهرش به اطاعت کرد تا ندگری دوند که وی زنک جنت بدست. عوض اطاعت شوهر برای زنک جنت واجب شده نشد داند دگری هیچ وقت زنک به اطاعت کردن نمیتوند. به اطاعت و خودش به اطاعت خودش میگرداند. همه خیل کرده باید مسلمان آدم اویلش ترتیب دهد. همین کتی به همین خیل رغبت و سخنها باید اویلمویا اصلاح کنم. مکسادگی حقارت هایی که شخصیت زنک و شخصیت عائله و مرتبه و منصب عائله را تحقیر کردن اما این موضوع اسلام بیرون سخن. مومن آدم هیچ وقت دیگه مومن از خودش پس سم نمیکند. قبیله چی کرده مونم خودش همون قشلاق همه خیل، خودش همون ملت همه خیل، شما چرکنتان، شما فلان قبیله فلان محله همه خیل فراستتان کم
گفتگی سخنهای کارها رو مگری این به پیامبر خدایا خیلی وعیدشان های فراموش نکنیم. کدام انسانی که به دعوای جاهلیت و دعوا کرد داند که عورت پدرش را و انسان گزید تناول کرد. دعوای جاهلیت سه بود: قبیله‌چگی، ملت‌چگی، نسب‌چگی بود. تو به ذاتی، تو فلان ملتی، تو فلان قشلاقی، فلان قشلاق‌ها این خیل، فلان محلگ‌ها این خیل. گفته طبقه جدا کردن اسلام اندر نیچیست. اینا گفته که آدم داند که حالانگی حال با انسان گرفتار شده است، حال این کار کرده است. ما تاجیکم تو این خیل، این ازبک و این خیل ملت نیست، ملتی کردن نیست. اسلام اند یک تا ملت های، ملت ابراهیم خلیل الله محمد. کدام انسان من مسلمان گفته لا اله الا الله محمد رسول الله گفته ایمان و خواهش اعلان کرد، تمام برای ما و انسان آبروش، مالش، عزتش یک خیل حرام. انا خیل به آدابی کردن ما یا مصیبت های بردوام به گرفتار کرده است. یک عالم اسلام شناس میگود، اصلش اسلام شناس گفته خودش مسلمان نیو، بیرون اسلام آموختگی انسان اسلام شناس، اسلام میداند، اسلام آموختگی گفته میشد. همه که هم خیل انسان ها اروپا انده باشد می اینا یک خفترندم گفته دم مهم درباره تربیت فرزند مهم بدنش به آیله و لازم بدنش به جمعه خطبهش من برآوردم. پیغمبر خدا فرزندهاتان شیر به سیر کنتان، تا 7 سالگی تنبیه ندیدان، جنگ نکنتان، بعد 7 سالگی نماز فرمتان، 9 ساله شود تنبیه دیتان. گفتگی همین حدیث آموخت، همون حال مسلمان نشدگی انسان آموخت. دمک 9 سال همین به عمر خواهش صرف کرد، چون یک فرزند تولد شدن بس، 2 تا فرزند یوم مونده، یک تاش تنبیه و حقارت کردی، دویمش به شریعت گفته که با این تربیت کرده رفت. اگر فرزند تا همون شریعت فرموده به شیر مادر کلان شود و آینده 3 چیزش میشده است، اگر نباشد نمیشده است. این اسلام حال بیرون آموخته سالم مسلمان شدگی عالم انسان علمی گفش. اصلش ما این چیزا برای این چیز نه، برای مسلمان بدن ما، برای وظیفه ما بدنش همون فرزند دختره که تا 2 سالگی، پسره که تا 2 سالگی به شیر مادر کلام میکنیم ما. اینا حکمتش برای ما 2 درجه، لیکن همون حکمتش هم این عالم آموخته مسلمان شد. حکمتش همون است که تا 3 سالگی، تا همون 2-3 سالگی به مهر مادر کلان شدگی فرزندنده به فرق میشده است، اعتقادش نمیشده است، خدا به خبر میشده است. خب باشه آدم اگر فرزند ما به شیر مادر کلان شود، همین خوف بیاد خوف کلان خش به فرق با این علت نموند. این علتی برای مسلمان، این علت آخری شده منساس، علت مهم شده منساس، انسان به فرق بدنش. من بسه گفتنش، من کسی اموت تو بسه گفتنش.
انا همین چیز همون تولد شد تا دو نیم سالگی با واسطه شیر فرزند به میدر آمدگی نعمت الهی بود است. این را آموخته مسلمان شد. تا 7 سالگی پیامبر خدا تنبیه نته سوخش کرده گوییم نزن گفتن پیامبر خدا فرزنده. اینم آموخت. ببینید تا 7 ساله 9 ساله 2 فرزند 9 سال 1 تا حدیث حکمتش همین گپ طورم ناطورمی بعض اون حضره هم بوین ضعیف می صحیح می گفته به عقل کرده آموخت. آموزه دگری فرزندی تا 7 سالگی تا 9 سالگی تنبیه نشنودگی نه ذهنش پر رواج میگیرد است. قلبش انده سختی نمیشده است. بعضی فرزندهای نوازیدم خم میشندو اینه کش بیز کرده. این چشمی وای فرزند همین خیال شدنش با تا 7 ساله تا 9 ساله آمدگی کلتکی پدر و مادر سبب بود است. اگر همین تربیه دختر بشود دختر انده آدم بیخشی میشد است. دخترک تا 9 سالگی کلته خود کلان شود و دختر آدم بیخش میشد دیگه کسب به حرمت دیگه انسان به اعتبار میشد است. دیمک و دختر دیگه آیله و روادم همون آیله گوهی هم نمیفروند. همون جندم سری پدر و مادر خم میکرده است. همین چیز آموختو و عالم اسلام شناس مسلمان شد. اگر هر یک سنت و هر یک عادت اسلام آموزه دگری قفاشنده این دیده 100 چندان بلند حکمت های فقط برای و حکمت دیدن قلب حکیم در کرده. ما یک قلب ما حس نکردنش ما یعنی خیلی مشقت های بهده و معلوم که ما بروانس است. فرزند جایی تربیه کردن با فرزند از تربیه کردن با پدر وظیفه دار باشد هم مادرها تربیه کسایند. به تربیه شدن فرزند مسئولیت پدر بدگیش حس کرده آن جنتی زنها تربیه کسایند. لیکن همینندم این به تربیگی فرزند ما با زنک حواله کردن اما ما روز قیامت حساب ما آسان نمیکند. آخرین حدیث پیغمبر نبی صلی الله علیه و سلم گفتند 4 تا چیز از سعادتمندی مرد است. دیمک 4 تا چیز اگر پروردگار همون فرزند با همون مرد با هر 4 حوایت دگری انشاءالله انسان سعادت دنیا و آخرت یافته است. صالحه بدن زن صالحه شدن نه صالحه بدن زن لا اقل نباشد ما هوای صالحه کنیم برای سعادت آخرت همون زنک با حد خدای شناسانم. صالح بدن فرزندها اصلش فرزنددار شدن فرض نه. فرزند این نعمت خدا.
بفرزندی داغ نه. همه مسلمان آدم هیچ کنش نکن. اگر بفرزندی داغ باشد اگری پروردگار قرآن کریم انده او درباره میراث آیات ها نمی آورد. یک تا بچه‌ش باشد این خیل، دو تا بچه‌ش باشد این خیل، فرزندش نباشد این خیل گفته نمی آورد. برای همین انسان فرزنددار نشدنش با آدم خفه نکند. دیگه انسان هم همه انسان به همین چیز ازانتیت. سوره این اعطینا اکثر ما همه هر روز نماز میخونیم. همون سوره یک آیاتش استعوذ بالله این شأنک هو الابتر. آن انسان هایی که شما را تحقیر کردند خداهاشان بپیشنند، خداهاشان بفرزندند، خداهاشان عقیبهاشان نگفته. پروردگار پیامبر خدایا فرزنداشان پسراشان یاش مردگیش عزا داده پیامبر خدا تحقیر کردگی همون منافق های مشرک های به همین صفت بعد صفت داد. دیمک این حالکتی مومن آدم دیگه دوستش عزا دادن حقش نه. عزا تیت اگری داند که عزا گرفتگی یعنی پیغمبر خدانده، عزا دادگی یعنی مشرکانده اسد است. اگر به همین ترازی برکشیدن ممکن باشه دیگری هیچ کس نمیخواد که این چیز من باید مومن آدم به اعتبار شود. قفا میگردم. دویم همون سعادت مرد فرزند صالح بدنش. و سیوم سعادت مرد همشین های صالح شدنش بدنش. دوست مویا کی بدنش مویا کی بدن مویا اشارش همین معنا در این حدیث و مقال ها میودو تو دوست گو کی بدنش من تیا کی بگتا میگم. اصلاش همین حدیث تگی آدم سعادتش و انسان نیکش دوست هاش صالح و خداجوی و خدا با خبر بدنش بوده است. با خدا به خبر همشینی کردن این کاری مؤمن نبوده است، این کاری نیک نبوده است. چونکه همون ششتم و حساب پرسگ وقتنده آن انسانی وی با حکم دوزخی خونسادگی انسان از ما علق دوام میکند. این آدم من کتی همنشین بود، چای منم میخود، درگاه ایننده ما قطع کلان شدگی تو همون حیات ما های ما و دیگر ما دوست بدم، لیکن من همین نعمت بهرمان کردم با حرکت نکرد، من با نگفت گفتگی دعوا علق میشد. این به پروردگار قرآن کریم سوره عبسه آخرنگی آیت خونده گفته مندگی همون روزنده از مرد زنش از زن فرزندها میگریزند گفتگی ماننگو آیت های. برای چی میگریزند؟ چونکه حق هوای ها گردن موندگی، برای حق ما در گردن وی نموندن، حق وی در گردن ما نموندن، باید دوست های صالح را اختیار کنیم. و چهارمش بازم گفتن که رزق مردک در شهر خودش بدنش، این هم یک نیکی گفتن. اصلش مسافر شدن اور نه، مسافر شدن گناه نه، لیکن مومن آدم در سفر گشته مهنت کردنش مشقت بدنش پیغمبر خدا اینجا ناورسیان. چونکه در سفر که خیل حیات میبرد خودشو پروردگار به عیان در نزد اهلش، در نزد خیشش و انسان لا اقل ترسی از حیای هوای انسان هایم خود را از بیادابی ها می دارد. لیکن
خالی موندگی وقتنده و انسان می آمدگی حالها دیمک و انسان هم مشقت این برده است. برای همین انسان حرکت کردنش در کار کسبش در شهر خودش کردن با در شهر خودش کند دیگری فرزندش هم تربیت میکند، اویلش هم وظیفه‌اش اجرا میکند، دیگه آدمگری های مهر و عقوبت خویش تا بارش هم کرده میتوند. لیکن همه انسان در سفر گشتنش چقدر مشقت، چقدر در نزد پروردگار مسئولیتش وزمین بدگیش حس کند. اصلش برای نفقه برآمدگی هر یک قدم ما برای ما ثواب. من فلان شهر با میروم، کس پرده آمده فرزندم تأمیناتش میکنم، عائلم تأمیناتش میکنم، گویم قدم ما ثواب. اگر همون مصرفی مبلغ ما شریعتی باشد، اگر غیر شرعی چیز با رود اگری حس کنیم که همون قدم ها ما برای ما طرف نیک ما گواه نه. خود حاضر باین توی عروس های دبدبه کرده صرف کردگی اسراف ما برای وای اسراف جمع کردگی مبلغ ما و رفتگی عمر ما اسراف سان بشد. چون که ما مبلغ برای اسراف کردن جمع کردگی سان بشدیم. این چیز عیب یک آدم نه، عیب امت شده موساست. اسراف کاری عیب امت شده موساست. ما فرزند هم همین خیل به غایه تربیت کنیم که همون اسراف کاری اسراف بدنش حس کند. گویم که دانم که رسانم که مردک برای عائله دار شدن خودش کسب میکند، خودش مبلغ جمع میکند، خودش خانهش را جهاز میکند. ثانی یک زن صالحه و خوازه میرود از طرف محرم هایش گفته همین غایه فرزنده و رساندن، همین غایه که فرزندهای کلام کردن برای پدرها حاضر وقتنده از درجه واجبم بلند برآمده برفت. فرزندهای مردک به لباسی از طرف کیلون آمدگی پشت غرور کردنش یا که دیگر جهازهای به مبلغ مردک نآمده که استفاده بردنش این حمیت مسلمان مفته حساب نمیشد. همین چیزا اگر رسانه مگر انشاءالله اون بدعت ها ما گم میشد، عادت های اشریت بیرون ما گم میشد. برای همون دختر صرف شدگی حاضر مبلغ اکثرش اسراف سم میشد. نخواد که ما از پیامبر خدا می بلند دانم، نخواد که فرزندها ما یا فرزندهای پیامبر خدا بلند دانم. پیامبر خدا دخترشون چه خیر شفا داد. حضرت علی یک تا خانهشان بود، همون خانهشان ده حضرت علی ده گلیمشان نبود. پیامبر خدا یک تا اپوست شترشدگی کرپایو در نشنده خزانه نختگی یک تا بالشت هر دی دخترشونو دماد به هدیه کردن، یک تا دیگ هدیه کردن. چونکه همون دیگ در خانه حضرت علی نبود. حضرت علی تا همون روزه طعام پخته نمی خودند. ما کسادگی چی ها چی؟ حاضر مادادگی جهازهای اکثرش برای ریا، برای قرض قواله، برای منمنی خلاص.
همین چیز همین حال از شریعت بیرون گفته فرزندها و رسانم انشاءالله همون فرزندها به پول خداهاشون خانه کرده جهاز کرده سانه آیله دار شدنشان اصل اسلام بدنشان حس کنن. آخر موعظه مونده دو تا سوال مونده است همون سوال به جواب داده صحبتم یکم میکنم. اگر پدر فرزند را نماز جمعه نمیره گفت چه میکنیم؟ از پروردگار و انسان به انصاف میپرسید، لیکن در وقت اطاعت پروردگار با دیگه مخلوقاتش اطاعت کرده نمیشه. خود میگید و دیگه بهانه کرده نماز جمعه آمدن میگیرید. دویم سوال، بعضی کلانسال ها خیستگاه باشنده یا علی گفته میخزن، اصلش یا الله گفته خزن نکر بود. اگر همون علی گفته ما به معنای صفت الله علی گفته صفت چم های همون مقصد باشد گناهکار نمیشن. اگر یا حضرت علی گفته خزن نکری گناهکار میشن. همین چیز هم استقان مشتاق ده پروردگار همین خیل سخن هایی که وینده شبهه های وینده شک های همین خیل سوال ها خواهش نگه دارد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الها من پروردگارا حرمت سید الایامت پروردگار دعاهم اجابت گردان پروردگار سعادت مند دنیا و دیگر نعمت های پروردگار برای ما راضی شده از همون نعمت ها پروردگار عطا کنی پروردگارم. این جمعه و مجتمع و هر خیل راه ها که احسان ها کسایان دیگه منفعت دوستان پروردگار همه انسان هایی که برای آبادانی این بیت انسان ها خدمت کسایان همه انسان های پروردگارت به جنت پروردگارا به جنت و انسان های خرسان کنی پروردگارا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولاستاذنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين.